هر سالی ترس نداره. میتونی بیای زیر پستای من اینقدر فوش بدی، فوش خواهر مادر نمیدونم فلان فلان، اینقدر فوش بدی تو خسته شی. ما رفتیم سیزن 2 عشق ابدی رو داریم میسازیم و این برنامه ادامه داره. منم مجری اون برنامه هستم. خوب یا بد، شما چه دوست داشته باشین چه نداشته باشین، سعی می‌کنم نواقص رو در قسمت‌های بعدی حل بکنم. ولی سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به بررسی پشت صحنه ها و حاشیه‌های عشق ابدی. بریم این دفعه سراغ رونمایی پرستو صالحی از عشق ابدی 2. بریم ببینیم چی در موردش میگه. من که خودم کنجکاوم ببینم واقعا فصل 2 چجوریه، چون راستشو بخوای فصل 1 رو زیاد دوست ندارم. از کدوم قصه‌ای پس بی معطلی بزن بریم ببینیم چه خبره. لایک و سابسکرایب هم یادت نره، همین الان بزن. چیزی بگم، اصلا گیریم که من مجری گوه اشتباه هم کردم، خطا هم داشتم، بار اولمون بوده، تجربه اولمون بوده و ولی این همه جدی گرفتن، پیگیری و خلاصه این همه داد و بیداد برای رئالیتی شویی که اصلا کانسپتش تنش و دعوا و درگیری و حسادت و نقشه و ایناست برای برنده شدن و جایزه $30,000 رو گرفتن، اینقدر جدی نیست. 47 سال جمهوری اسلامی تحقیرتون کرد، توهین کرد، منابعتون رو گرفت، کلی خلاصه اختلاس کردن، الان آب نیست، برق نیست، نمیدونم پوشش اجباری بود، این همه اعدام، این همه زنکشی. حالا واسه این همه زنکشی هایی که اتفاق افتاده کار کردین؟ رفتین تظاهرات کنین، کمپین بزنین، اعتراض بکنین؟ این همه زن سر بریدن، کجا بودین شماها؟ دوست عزیزم شما لات کوچه خلوتی. چرا؟ برای اینکه اگر این همه این 47 سال اگر انقدر جسور و قاطع و پیگیر که عشق ابدی رو دنبال می‌کنید و شرکت کننده هاشو پای حقوق منع خشونت از زنان وایساده بودید، پای حضانت و پای خیلی چیزای دیگه که برای زنان هست وایساده بودید، تحصیل کرده بودید، راهپیمایی رو انداخته بودید، اعتراض می‌کردین، کمپین و کارزار راه مینداختید، حالا خیلی از حقوق‌های زنان بهشون برگشته. ولی چرا این کار نمی‌کنین؟ چون هزینه داره، چون ترس داره، چون از حکومت می‌ترسید. ولی پرستو صالحی ترس نداره. می‌تونی بیای زیر پستای من اینقدر فوش بدی، فوش خواهر مادر نمیدونم فلان فلان، اینقدر فوش بدی تو خسته شی. ما رفتیم سیزن 2 عشق ابدی رو داریم میسازیم و این برنامه ادامه داره. منم مجری اون برنامه هستم. خوب یا بد، شما چه دوست داشته باشین چه نداشته باشین، سعی می‌کنم نواقص رو در قسمت‌های بعدی حل بکنم. ولیش اینه که چه شمایی که بیننده این برنامه هستین متوجه نیستین که برنامه‌ای رو دارین نگاه می‌کنید که برای کمپانی تور پولسازیش به خاطر همین تنش‌ها و دعواها و حسادت و نقشه‌هایی که اتفاق میفته در دل کار. یعنی این چیزو نمیفهمم. یعنی از یکی خوشتون نمیاد نرمال ترین رفتار اینه که آنفالوش کنین و نبینینش. چجوری هم فالو می‌کنین هم میایین فوش میدین. تو اون استوری که گذاشتم که پیج کاریمو ریپورت کردم میای ذوق می‌کنی. تو چه حقیری هستی آخه؟ تو کی هستی؟ واقعا تو چه خانواده‌ای بزرگ میشین؟ بچه‌ها اینا برای من قفله. باور کنید اصلا این حد از قساوت قلب برای من قفله. و امروز یا خودت آنفالو کن برو، یا من پیامتو ببینم 100% بلاکت میکنم، چون اصلا برای من تعداد فالوور مهم نیست. من مثل بعضیا فیک نمیزنم که فقط به 1 میلیون برسم. من عقده‌ای نیستم، چون اصلا برام مهم نیست چند تا فالوور دارم. خواهش میکنم اگه پیام منو میبینین اینو لطفا استوری کنید. توی یکی از سکانس‌های این برنامه اینا همه تیم شدن، همین سردا و شاهین گفته بودن که ترانه و محمود رو جدا کنین، الی و دانیال رو جدا کنین، بهشون بخندیم، سرگرم بشین، وای قیافشون دیدنیه. بعد الان اومده میگه شما خوشحالین پیج کاری منو زدن، وای تو چه خانواده‌های بزرگ شدین، تو زیر دست کدوم پدر مادر بزرگ شدی که اینقدر کثیفی، اینقدر کثافت و چرکی که نظرات مستقیم میدادی که اینا بیشورن، اینا فلان فلان شدن، خانواده ندارن، شخصیت ندارن. چطور همونایی که داشتی بهشون هیت میدادی تا دیدی خودت داری هیت می‌کنی رفتی باشون ویدیو درست کردی؟ انقدر 4 تا فالوور برات مهم بود، سه بالوپر یکی دیگه رو گرفتی که هیت کمتر بکنی؟ مظلوم نمایی تا کی؟ مظلوم کننده در برنامه عشق ابدی تجربه اولمون بوده در یک همچین برنامه. من سابقه اجرا در تلویزیون و در پلتفرم رو داشتم، ولی در یک برنامه آزاد، پرتنش، پرحاشیه، بدون سانسور خیلی اعتراض کرده بودن چرا مثلا اینو گذاشتی حرف بزنه، اونو نذاشتی حرف بزنه. برنامه کارگردان داره، یه جوری نیستش که من هر چی دلم بخواد بگم و هر کاری دلم بخواد بکنم. البته حق میدم بهتون ها، چون که خب به هر حال ما 47 ساله در تلویزیونمون داریم یه سری مجری میبینیم که نقطه سر خط صحبت میکنن و خیلی اتوش کشیده نشستن و فقط سر تکون میدن، تایید میکنن و بنده خدا اونایی هم که مثلا اینطوری نبودن همیشه مورد هجمه بودن. مثلا من یادمه که به فرزاد حسنی همه میگفتن چقدر گستاخه، چقدر فلان. احسان علی خانی سالهای اول همه میگفتن با این چقدر پرروه، بچه پرروه فلان. همیشه هر چیزی اولین باراش یه سری نواقص داره، یه سری باگا داره که فکر میکنم تو سیزن دوم این نواقص و باگ‌ها رو بتونیم برطرف بکنیم. و یه چیز دیگه در مورد خودم بگم، شاید این یه نقطه ضعف باشه و قبولش دارم. من از کسایی که از الفاظ رکیک استفاده میکنن برای دیگران و به دیگران فحش رکیک میدن، این آدم‌ها رو برام پذیرششون سخت میشه و بارها شده بود که وقتی میمدم مثلا سر صحنه به من میگفتن که روز قبل مثلا کی به کی فحش داده، کی به کی حرف زشت داده، رو بعضیاش صدا گذاشته شده، بوق گذاشتیم، بوق که نیست البته یه صدای دیگه، یا مثلا حذف شده اون فحشا.
من اصولا ریاکشن دارم نسبت به آدم هایی که از فحش رکیک استفاده میکنن یا از در واقع از ضرب و شتم استفاده میکنن برای صحبت کردنشون با دیگران. من این آدم هایی داره میرن رو اعصابم و فکر میکنم نقطه ضعفم اینه. بچه‌ها یعنی من هر بار این پرستو صالحی رو میبینم کهیر میزنم به خودم. یعنی واقعا نمیدونم چیه داستان پرستو صالحی، چرا اومد اینجا مجری شدی نمیذاری ما حرف بزنیم. الان دوباره داریم همون قسمت رو میبینیم با دوستامون. واقعا چرا خیلی اعتراض کرده بودن چرا مثلا اینو گذاشتی حرف بزنه اونو نذاشتی حرف بزنه، چرا اینو کم میذاری حرف بزنه اونو چرا مثلا زیاد میذاری حرف بزنه و از این حرفا. خواستم یه توضیح براتون بدم. عزیزم من مجریم، یه گوشی تو گوشمه خب که تو اون گوشی میگن که راجع به این موضوع میخوایم الان صحبت کنیم. بعد موقعی که داری راجع به اون موضوع صحبت میکنی میگن بسته برو رو موضوع بعدی. دوباره مثلا داری روی موضوعی صحبت میکنی میگن اینو تمومش کنید برید سراغ موضوع بعدی. برنامه کارگردان داره، یه کارگردان داره که نشسته پشت در واقع توی اتاق رژی و داره تصمیم میگیره که الان راجع به چه موضوعی صحبت بشه، راجع به چه موضوعی صحبت نشه، یا اینجا بسته یا اونجا کافیه، اینجا ادامه بدیم یا ندیم. گفتم این توضیح رو بدم چون خب خیلی ها شاید که اصلا کار هنری یا کار اجرا مجریگری یا کار مثلا در واقع این شکلی رو نمیدونن چه جوریه و چه سیستمی داره. اینجوری نیستش که من هر چی دلم بخواد بگم و هر کاری دلم بخواد بکنم و هر جوری دلم بخواد رفتار بکنم و اصلا این شکلی نیست. این کارگردان داره و کارگردان تصمیم میگیره که به من بگه کجا نقطه بذار حرفو برو سراغ سوژه بعدی، یا اصلا راجع به کدوم سوژه صحبت کنیم، یا الان امشب این آدما حرف بزنن اونا حرف نزنن. یعنی اینا چیزهای برنامه ریزی شده است در مورد شخص من و اجرای من. یعنی تنها چیزی که از قبل با سناریو و مشخص وارد برنامه میشه حضور من و صحبتایی که میشه و همه از قبل صحبت شد و تو گوشی تکرار میشه که الان میخوایم بریم روی این موضوع، الان تمومش کنید، الان بریم سراغ موضوع بعدی. و این یه چیز حرفه‌ایه. این تو این ویلا که هستن اینا کنار هم زندگی دارن میکنن، کنار هم نمیخوابن. خانوما طبقه پایینند کلن، آقایون طبقه بالا و در طول روز اینا معاشرت میکنن. یعنی تصورات انقدر تصورات متاسفانه دیدی طبق رساله هاشون دیگه تصورات از ناف به پایینه. بعد انگار هیچ که خونه زندگی نداره. الان همه منتظرن که جلو 25 تا دوربین مثلا روابط داشته باشن. فصل دوم هم داره این برنامه؟ والا با این میزان در واقع استقبالی که شد قطعا داره.